بدو خونه دار و بچه دار، بیا اینجا کارت دارم. همش که نباید حواست به این باشه که تا دیگه برنجت نسوزه. یکم حواست به این موهات باشه. 4 سال دیگه نوهات میاد میگن مامان جون تو این همه مویی که تو عکسای جوونیت داشتی نکنه کلاگیس بوده. آقا 4 تا اشتباه مرگ برای موهای ما خانما. اولیش با آب داغ نشور موهاتو. فکر میکنی چربیه رو اون لحظه میبره، ولی این بدن ما انقدر باهوشه هم موقع 2 برابرشو ترشح میکنه بره. دومیش بابا این ماسک مو رو برای ساقه مو ساختن، نه برای کف سرت. برای چی میزنه به کف سرت؟ کف سرت همه چی بهش میرسه با اون چیزایی که تو میخوری. این ساقه موئه که نه ویتامین داره نه پروتئین. ماسک مو رو برای این ساختن. سومیش هر روز نرو هموم. تون خودتو نشور، این کله رو نشور، بذار یکم هوا بخوره. میری بدنتو بشور. این موها گناه دارن، به خدا هیچی براش نمونده، نه چربی نه پروتئین. چقدر صدا به داغ از کجا خشک میشه از ساقه ریزش ساقه میگیره. 4میش هم مهمه، تو کپشن نوشتم برو بخون.